تا ساعت چند مشغولن با همین و نماز صبح بیدار نمیشه. دلش خوشه که من دیشب خیلی کار، ممکنه کار علمی هم کرده باشه، ممکنه میگه من دعوت دادم، ولی این چه دعوتی هست؟ امروز عوام، یعنی عام خاص، نه تنها ما بگیم که افراد عام، حتی کسانی که ادعای علم دعوت میکنن هم متاسفانه گرفتار همین فضا مجازی شدن، تا جایی که از تلاوت قرآن خبری نیست، از ذکر اذکار بعد نماز خبری نیست، یعنی فوراً سلام میده مشغوله. کی بیا فرستاده؟ چی اومده؟ فیلمی اومده؟ بحثی اومده؟ مشغول هست. لذا نباید تا این حد ما مشغول بکنیم خودمونو با این سیستم های موبایل باشه، هر وسیله‌ای باشه که ما رو از یاد الله تعالی غافل بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از خوبی اسلام شخص، از کامل بودن اسلام شخص علامتش چیه؟ دوری کردن، اعراض کردن از لغویات، از چیزایی که بیهوده هستند. ما لا یعنی، ما لا یعنی چه؟ یعنی چیزی که نفعی نداره. ما اون قسمتی که نفع داره استفاده بکنیم، قسمتی که مفید هست ازش استفاده بکنیم، ولی اون قسمت هایی که میدونیم که این از سبب انحراف فکری میشه، سبب این میشه که انسان گرفتار یک سری جریاناتی میشه. متاسفانه اگه آدم دینداری باشه با یک سری افرادی در گروه های قرار میگیره که به تشدد و افراط و تندروی مبتلا میشه و ممکنه به افراد مقابل توهین بکنه، در حالی که ما نداریم. این حکمت دعوت نیست که بعضی از جوانان ما فکر میکنن ما دعوت میدیم. چه دعوتی میدی؟ داری به طرف بد میگی، طرف توهین میکنی. این دعوت نیست. الله تعالی در قرآن کریم میفرماند ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. شما دعوت بدید، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت بده، بخوان مردمو به راه پروردگارت. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، به حکمت، اخلاق، موعظه حسنه.